بعضی وقتا فکر میکنم ما مردا یه سری مهندسایی هستیم که دنبال کاریم. خانوما هم شرکتایی هستن که دنبال مهندسن. چجوری؟ رو چه حسابی؟ تو یه کارمند میری سراغ شرکت ها. اوایل کارت که باشه به هر چیزی متوسل میشی. اوایل کار سخته. شرکت هم به ظاهر کاری نمیکنن، منتظر آدم های جویای کار. تو اگه بتونی برای 20 تا شرکت مصاحبه بگیری، هر شرکت نسبتا معتبری 100 نفری رو مصاحبه کرده. این میدونی یعنی چی؟ یعنی کم تجربه ترین دخترها به نظر من از کم تجربه ترین پسرها تجربهشون از جنس مخالف بیشتره. نشون نمیدن که. بحثش طولانیه. بازش کن. هر دختری از وقتی که سینه در آورده، هر بار نگاه مسافرهای مرد اتوبوس رو دیده که از چهرش لغزیده، در 15 سال پایین تر. هر بار که از سوپرمارکت خرید کرده، سنگینی نگاه فروشنده رو موقع خروجش حس کرده. تو چه سنی؟ راهنمایی. ولی نشون نمیدن که میشناسن ما رو. واسه شناخت بازی کافی نیست که وسط بازی باشی. نگفتم دختر بازی رو میشناسن به حکم دختر بودنشون. گفتم وسط بازیان بدون اینکه انتخاب کنن. فقط میدونن وسط بازیان. کلی پسر میبینن که میاد سراغشون. مثل همون شرکته. الگوهای تکراری رو بر اساس غریزه‌شون درک میکنن. خب حالا فرض کنیم که اینطوریه. که چی؟ توی کارمند در جستجویی دنبال بهترین شرکتی. وقتی کار میکنی به یه شرکت دل نمیدی. همیشه حواست به فرصتهای دیگه هم هست. رفتنی ممکنه بمونی، گاهی هم میمونی، اما رفتن برات طبیعیه، تو ذاتته. به محض اینکه بدونی اون بیرون شرکت‌های دیگه هم دنبالتن، خریدارتن، فرصت بهتری گیر بیاری میری. ولی یه شرکت در حال جستجو نیست. تا وقتی که مهندس کار کنه واسهش مشکلی نداره. یه شرکت ترجیح میده یه مهندس متوسط و خوب رو داشته باشه تا اینکه اخراجش کنه به هوای یه مهندس دیگه. چرا؟ چون برای یه شرکت پایداری عملیاتشه که مهمه که خط سرویس و محصولاتش دچار قطع شدگی نشه. مثل دختری که تا وقتی پتو روش هست و سردش نمیشه اوکیه. اون جاه طلبی تو وجودش نیست. مهم اینه که یه مهندس اگه امروز میاد سر کار، فردا بیاد، پس فردا بیاد. مهم پایداری و پیوستگی حضور مهندسه. مهندس حکم کلی رو چه حسابی؟ بنا به چه چیزی داره میگه اینا رو؟ نمیشه همه رو اینجوری گفت. دنیای امروز دنیای این کلیشه ها نیست. ماشین حساب داری؟ چیه؟ میخوای حساب کتاب شرکت رو در بیاری؟ عدد میگم بزن ماشین حساب. باشه. 60 در 26 در 3 در 100 میلیون میشه 4 میلیارد و 680 هزار. حالا 25 در 12 300. ولی که چی؟ آقایون 60 سال فعالن. هر از 2 هفته یه بار هم سکس داشته باشن، تو هر انزال متوسط 3 میلی گرم منیه. هر گرم حدوداً 100 میلیون اسپرم. They have got plenty of sperms to spend. اونقدر اسپرم دارن که بخش خوبیشو میریزن تو چاه توالت و همون و دستمال کاغذی. خانوما از 15 تا 40 سالگی 25 سال وقت دارن، هر سال 12 تا فرصت. اینم با اعداد و ارقام. اما من روابط زیادی رو دور برم دیدم. چالش هیجان انگیزی بوده. بین شرکت که سعی میکنه مهندسی رو راضی کنه که بهترین پیشنهاد کاری رو داره بهش میده و اون بیرون نریدن براش، و مهندسایی که تمام اوقات دچار این شک و تردیدن که آیا واقعا این بهترین شرکتیه که میتونیم توش کار کنیم. استثناها همه جا هستن، اما این الگوی کلی به نظر میاد. حکمات کلیه مهندس، خیلی کلیه. اینجوری هم نیست. عشق این وسط کجاست؟ دوست داشتن کجا؟ تو جیب من.